با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان شما را از استودیو مرکزی رادیو آزادی آشنا می‌کنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز 1 مای این موضوعات پیشنهاد می‌شوند. بازداشت شماری از افرادی که نزد دفتر فراز تجمع کردند، خویشاوندان میگویند امکان ملاقات با آنها را ندارند. ده‌ها کودک توجیک را از عراق به دوشنبه آوردند. مقامات توجیکستان گفتند دولت آنها را به تحصیل و تربیت فرا می‌گیرد. برای با جامعه وارد نمودن این کودکان، عافیت بخشی و توان بخشی این کودکان، تحصیل و دیگر عملی شدن دیگر حقوق‌های این کودکان البته تدبیرهای ضروری اندیشیده میشه. آیا قانون به منصبداران دخل ندارد؟ سابق مقامدار روسیه که 2 مهاجر توجیک را با ماشینش پخش کرد به جزا مانده و نسبت مجروحان بی‌پروا است. همه اشتباه‌ها را گشتم، اما برادرم را نیافتم. بعداً برادرم دولتزاده عالم به هوش آمده از رقم نفر دیگر زنگ زد و گفت که در بیمارخانه نگیز است. امروز در سراسر جهان همچون روزی زحمتکشان تجلیل می شود و در اکثر کشورها مردم استراحت می کنند، اما در تاجیکستان در برابر آنکه روزی کاری است، شماری از زحمتکشان که 2 روز پیش در نزد شرکت فراز جمع آمده بودند بازداشت شدند. پیوندان این افراد میگویند اجازه دیدار با آنها را ندارند. در عین زمان مقامات انتظامی قضیه بازداشت را توضیح نمیدهند. میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات بیشتر. حدود 15 نفر از کارمندان میدانهای کشت شیره کمال که با شرکت معروف فراز همکاری دارند، پس از تجمع در نزد این شرکت روز 29 اپریل از طرف کارمندان ملیسه‌های ناحیه‌های دنغره، شهر دوشنبه و شهر ترسونزاده بازداشت شدند و طی 3 روز می شود که در بازداشتگاه این ناحیه‌ها نگهداری می شوند. رضوان سالیف، یکی از نفری که پدرش در بازداشتگاه است، میگوید که طی 3 روز میشه که نمیتواند از حال پدرش آگاه شود. وی میگوید که طی این چند روز تنها توانسته است که غذا بیارد و وارد کند، ولی با آنها میگن که ما اصلا هیچ چیز نمیدونیم و آنها را اجازه وارد شدن نمیمونند. در نسبت این بازداشت شده ها در ناحیه دنغره که پس از یک شبانه روز آزاد شدند و هم در نسبت بازداشت شده هایی که در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نگهداری میشن و هم در شهر ترسونزاده با ماده 479 کودکس مأموری تاجیکستان، یعنی اطاعت نکردن به امر کارمند ملیسه، اعلان کردند و مجازات اون هم 3 نشان دهنده، یعنی برابر به 150 سامانی بوده و یا اینکه 15 شبانه روز نگاه داشتن در بازداشتگاه موقتی می باشد. باید گفت که در این تجمعی که روز 29 کارمندان میدانهای کشت شیره کمال جمع آمده بودند، تنها میخواستند که مسئله حق الزحمه اونها و هم یعنی که گفته می شود مزد کاری اونها حل و فصل شود، زیرا آنها در برابر آنکه با 2 شرکت افغانی قرارداد دارند، همچنین با شرکت معروف فراز نیز سازشنامه به امضا دارند و در عوض این حق الزحمه خود را دریافت میکنند. اما طبع کارگران این میدانهای کشت شیره کمال میگویند مشکل اصلی آنها با شرکت فراز نبوده، بلکه آنها میخوان که از طرف 2 شرکت افغانی که در نسبت اینها اندک سرد مناسبت میکند این مسئله را در میان گذارند، زیرا 2 شرکت افغانی برای یک شهروند افغان که حدودی 4000 نفر در میدانهای کشت تاجیکستان کار میکنند برای یک سال 5000 یا 6000 دلار پرداخت میکنند، ولی برای شهروندان تاجیکستان به این اندازه یعنی که حق گذاری نمی شود و محض این چیز آنها را به پای بینای شرکت معروف فراز کشانید و تا حال حاضر آنها پاسخ دریافت نکردند و تصمیم دارند که به عنوان پرزیدنت تاجیکستان و هم به عنوان رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان آزاد رحمان نامه پیشنهاد کنند و درخواست کنند که یک کمیسیون خاص تأسیس داده شود تا اینکه این مسئله را از زیربنای آن تا به وضع حال حاضر بررسی کنند و نتیجه گیری کنند تا اینکه به این مشکل که این بار اول نیست پایان داده شود. در حال حاضر در تاجیکستان در 11 ناحیه میدانهای کشت شیره کمال وجود دارد که در 6 تای این میدان حدود 5-6 هزار افغان ها کار میکنند و در 3-4 تای حدود تا 2000 نفر شهروندان تاجیکستان زندگیشون از حساب یعنی مزد کارشون پیش میبرند. همه آنها منتظر هستند که هر چه زودتر به این مشکلات پایان داده شود تا اینکه آنها کارشون
کارشون به نظم و به ترتیب پیش برن. اونها میگن که از روسیه رفتن دست کشیدن و به امیدی در کار کردن در همین میدانهای کشتی شیره کمال هستند. شیره کمال یکی از رستنی‌های پربها و طبی به شمار می رود که طی چند سال است که در تاجیکستان پرورش کرده می شود. برنامه را ادامه میدیم. بعد مذاکرات تقریبا یک ساله مقامات توجیک شومی دیروز دهها کودک و نورسی توجیک را از عراق به وطن آوردند. فرزندان جنگجویان توجیک برخیشان در سوریه و عراق به دنیا آمدند از 1 تا 18 سال دورند. آنها را تا دوشنبه هیئتی عبارت از دیپلمات‌های سفارت تاجیکستان و هم نمایندگان سازمان‌های جمعیتی عراق همراهی نمودند. خبرنگاران رادیوی آزادی نیز دیروز در قطار پیشوازگیرندگان در فرودگاه بین‌المللی قرار داشتند. 30 اپریل 84 کودک و نورسی تاجیک توسط پرواز چارتری هواپیمای شرکت عراقی فلای ایربیل از بغداد به دوشنبه انتقال یافتند. در فرودگاه پایتخت تاجیکستان کودکان را هیئت حکومتی و نزدیکان پیشواز گرفتند. چندی از این کودکان سالهای گذشته همراه والدانشان به محل جنگ در عراق و سوریه رفته، دیگران در آنجا به دنیا آمدند. بعد از ملاقاتی کوتاه همشیره‌های طبی کودکان را با خود بردند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که آنها را به آسایشگاه خرنگان ناحیه‌ای ورزاب میبرند. این کودکان به تشخیص ضروری طبی و روانی نیاز دارند و من بعد برای جایگیر کنی این کودکان ممکن است این کودکان رو خواهشی به تربیت گرفتن خویشاوندان آنها خواهش داشته باشند، برای به عائله‌های خویشاوندانشون برگرداندن، برای یعنی به جامعه وارد نمودن این کودکان، عافیت بخشی و توان بخشی این کودکان، تحصیل و دیگر عملی شدن دیگر حقوق‌های این کودکان البته تدبیرهای ضروری اندیشیده میشه. اگر نزدیکانشان از آنها رو به تربیت خود نگیرند در این حالت چی میشه؟ دولت البته این کودکان رو با غمخوری خود فرا میگیرد. به قبل مقامات تاجیکستان برگردانیدن کودکان با پشتیبانی حکومت و در همکاری با وزارت کارهای خارجی عراق، کویت و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است. مظفر حسین زاده معاون وزیر کارهای خارجی گفت حکومت تاجیکستان مسئله بازگردان شهروندان نابالغ تاجیکستان را به طور جدی پیگیری دارد. ما وارد مذاکرات هستیم با حکومت عراق و برای انجام دادن این کارها تمام چاره ها را می‌اندیشیم و من با تمام جانب هایی که در این روند شامل بودن و سهم گذاشتن سپاس عرض می‌کنم از نام حکومت جمهوری تاجیکستان. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی سعادت ماه تیلایوه و خواهرش اصالت ماه تیلایوه میگویند با دعوت مقامات به پیشواز نبیره‌هایشان ابوبکر 6 ساله و فاطمه 3 ساله آمدند. با گفته سعادت ماه تیلایوه دخترش با عائله‌اش در سال 2014 با هدف مهاجرت کاری تاجیکستان را ترک کرده بود و آنها تنها نیم سال پیش شنیدند که دخترشان در بغداد به حبس ابد محکوم شده است. امید نداشتیم. ما امید نداشتیم که این دختر خطی ما روبرو میزنیم. ما امید از کجا شما خبر یافتید که این نبیرای شما را میارن به تهران؟ مکتوب گرفته برده به دستیان. بعد ما همون جستجو شدیم. بعد ما گفتیم که کنیم سازمان ملل متحد در کجا باشد. با اطلاع رسمی فعلا در عراق 11 کودک دیگری تاجیک باقی مانده در زندانهای این کشور 43 زن تاجیک نگهداری می شوند. مقامات تاجیکستان می گویند از سال 2014 تقریباً 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبر مرگ بیش از 300 نفر آنها رسیده است. بعد کشته شدن اکثر جنگجویان، عائله‌های آنها به سرپناه مانده با تصمیم مقامات سوریه و عراق در اردوگاه‌های مخصوص جای داده شده‌اند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق که برای برگردانیدن کودکان تاجیک وظیفه‌دار شده است، چند پیش به رادیوی آزادی گفته بود از 43 زن تاجیک 15 نفرشان رضایت ندادند که کودکانشان به وطن فرستاده شوند. سرنوشت آینده این طفلان ناروشن باقی میماند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چند روز پیش ما درباره 2 مهاجر تاجیک گزارش داده بودیم که زیر چرخ ماشین مقامدار روس جراحت‌های وزنی برداشتند. سابق منصبدار شهر نگینسک تا هنوز نسبت سرنوشت مهاجران مجروح بی‌توجه است. جانب جبلی ده‌ها تقاضا دارند که عامل صدمه برایشان جبران زیان و پول طبابت را پرداخت کند. همکاران ما از نستعلیق شیوری قضیه را پیگیری نمودند.
سابق معاون رئیس شهر نگینسک 2 مهاجر تاجیک را با ماشینش در راه پیاده‌گرد پخش کرد. در نتیجه اهلیدین سعیدوف جراحت وزنین برداشت. پایش شکست و خاطره‌اش را گم کرده است. پیوندانش میگویند او هیچ کس را نمیشناسد. چند روز پیش اهلیدین را نزدیکانش به تاجیکستان بردند. وقتی مهاجر دیگر عالم دولتزاده کمی بلندی کرد. او همه چیز را در یاد دارد. اما استخوان کاسه‌اش از 3 جا شکسته و تمام بدنش سیاه و کبود است. ما خواستیم به مغازه گلابوس برویم اما به خط دومی راه هم نرسیدیم. من از کاسه‌خانه سر و کار جراحت برداشتم. سعید باشد سخت مجروح شد. حالا با معاینه سرش مشکل دارد. تا هنوز هیچ کس را نمیشناسد. نه من، نه برادر، نه پدر و مادرش. یوری لواخین منصبداری که سری چنبر ماشین بود و عامل صدمه شد به تقدیر مهاجران مجروح شده اصلا توجه نکرده، حتی با آنها تماس نگرفت و پیشنهاد کمک نیز نکرد. هرچند از این صدمه 2 ماه سپری شد، اما این مهاجران بجز از کپات ماشینی همکنون تاجر لواخین چیزی دیگری را ندیدند. جبردیده ها درباره عامل صدمه تنها از اینترنت می‌دانند. ما تلاش کردیم سبب بی‌تفاوتی سابق منصبدار را معین نماییم، اما او با وعده آنکه خودش دیرتر تماس میگیرد دیگر گوشی را نبرداشت. بعدی صدمه نزدیکان و دوستان طول 3 روز از تقدیر این 2 مهاجر خبر نداشتند. هیچ کس، نه کارمندان پلیس و نه پزشکان، حتی تلفن عالم را روشن نکردند تا به زنگ‌های پیوندان خواطر شده جواب بدهد. البته آنها وظیفه‌دار نیستند، اما از روی انسانیت میشد این کار را کرد. به هر حال پزشکان رسالت خود را انجام دادند و نگذاشتند که مهاجران هلاک شوند. من 3 روز در تمام مسکو جستجو کردم. در آن روزها ریدی تفتیش حجت ها بود. من فکر کردم شاید در شعبه میلیسه باشد. همه شعبه ها را گشتم اما برادرم را نیافتم. بعداً برادرم دولتزاده عالم به هوش آمده از رقم نفر دیگر زنگ زد و گفت که در بیمارخانه نگینسک هستند. هرچند از این صدمه زیاده از 1 ماه گذشت، ولی تا به حال در نسبت گناهکار صدمه پرونده جنایتی باز نشد. از بیم آنکه این حادثه به باد فراموشی سپاریده می شود، حقوق شناسان توجه جامعه را با آن جلب نمودند. خود مهاجران و وکیل دفاع آنها مقصد مجازات نمودن راننده را ندارند. همه آنها می فهمند که این حادثه یک تصادف بود، ولی آنها بر اینند که صاحبکار باید پرره جبران زیانی را که قانون معین کرده است به جبردیده ها پرداخت نماید. من با یک مسئولیت تام از نام زیرحمایی خودم دولتزاده و سعیدوف و از نام خویشاوندان آنها اظهار می‌دارم که ما هیچ بدی نمی‌خواهیم. ما می‌فهمیم که این حادثه می‌توانست با هر یک راننده رخ بدهد، اما در عین زمان ما خواستار ظاهر نمودن توجه از جانب او هستیم تا اینکه در دایره ملاقات موضوع پرداخت جبران و احتمال سازش طرفین بررسی شود. بعد صدمه اهلیدین از درد طاقت فرسای زانو زیاد اذیت کشید. پزشکان نخواستند که رایگان جراحی نمایند. بعد از آنکه قضیه رسانه‌ای شد، به صورت حساب بیمارستان برای انجام جراحی مبلغ ارسال شد. ظاهراً این مبلغ را لواخین گذرانده است، ولی جبردیده ها میگویند این تنها قطره از بحر است. آنها امیدوارند که منصبدار سابق در نهایت خراجات طبابت را میپردازد. و بهادر عثمانов ورزشکار توجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت. در این سبقت که از 20 تا 26 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار شد، بهادر عثمانov با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً بهادر عثمانov که تحت رهبری مربی ورزیده میرزا شمسیف تمرین میکند، در تاریخ بوکس توجیک 4مین مجزن است که به گرفتن عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. میرزا شمسیف در صحبت با رادیو آزادی گفت برای فرستادن بهادر عثمانov 12,000 سومانی قرض کرده است. او امیدوار است که کمیته کور جوانان و ورزش تاجیکستان این مبلغ را برایش برمیگرداند. بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارها و گزارش‌های جالب را پیشنهاد شما خواهد کرد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شماست. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار هر یک شما عزیزان باشید.